چند وقت پیش یه آقای توی اینستاگرام ادعا کرد که اگه ما انگشتمون رو این شکلی بگیریم و از داخل این روزنه بخوایم نگاه کنیم، اینو میگم، این روزنه مخصوص کسایی که چشمشون ضعیفه میتونن نوشته و یا اعداد دوردست رو بخونن. من آزمایش انجام دادم و میتونم بهتون بگم که جوابش مثبت در اومد. هیچکس نیومد این ادعا رو ثابت کنه، هیچکس نیومد بگه خب چجوری، فقط گفتن که اینو امتحانش کنید. بچه‌ها این ویدیو بالا رو نگاه کنید. باور نکردنیه. برای کسایی که برای انجام این کار نیاز بود که من دوربین رو اونجا بذارم و نوشته رو اینجا قرار بدم. و دوربین رو به جهت این نوشته قرار دادم. حالا مهم نیستش که لنز روی چه میلیمتری تنظیمه، اما همونجوری که اون بنده خدا گفت مخصوص کسایی که چشمشون ضعیفه. پس برای انجام این کار من یه مقدار فوکوس رو به سمت عقب تنظیم کردم تا این حالت کاملا شبیه سازی بشه. دستمو به این حالت من روبروش قرار دادم و از توی اون روزنه خودت ببین چه اتفاقی افتاد. واقعا نمیدونم چطور ممکنه. دوست دارم که شما توی کامنت ها راجعش بحث کنید و به من توضیح بدین که این چه پدیده ایه، چطور ممکنه این همه اعوجاج و فلان و اینا، آخه چطور ممکنه؟ اگه دارین، اگه میشه. من با این آزمایش فهمیدم که بنده خداهایی که حالا چشاشون یه مقدار ضعیفه، ببخشید من قلباً دلم براتون میسوزه، دیدن یه همچین نوع بصری برای من خودش فکر کنم یه مقدار اذیت کننده باشه و اینکه دوستتون دارم و مدیونی اگه فکر کنی من چیز بدتری گفتم. آفرین تا آخر ویدیو رو دیدی، ساب کنی تا منو گم نکنی.